هزارها کسانی هستند، قبلا هم نمیدونم اینجا گفتم یا نه، من به خاطر اینکه بعضیا ناراحت نشن، ممکنه اقوام دیگه که در دنیا هستن شاید ناراحت شن، بهشون بر بخوره، نمیگم رتبه اول، اگه خودم باشم رتبه اول رو میدم، ولی میگم جزو بهترین شیعیان جهان در طول تاریخ هزاره‌های افغانستانن. یعنی از رتبه 1 تا 3 اگه قرار باشه 3 تا رو من انتخاب کنم، قطعا هزارها جزء 3 تای اوله. چرا؟ به خاطر اینکه از هزارها سر بریده شد، از هزارها اعضای بدن بریده شد، هزارها تیکه تیکه شدن. فاجعه کل منار اتفاق افتاد، عبدالرحمن از سرهای هزارها یک منار درست کرد. به خاطر هزاره بودن نبود، فریبت نده، به خاطر شیعه بودن بود، وگرنه ما هزارهای سنی داریم، هیچ کس در طول تاریخ اینا رو کار نگرفته. عبدالرحمن از سرهای شیعیان کل منار درست کرد. هزارهای افغانستان شیعیان امیرالمؤمنین، اینها شکنجه ها دیدن، تبعیض ها دیدن، به بردگی گرفته شدن، فقط به خاطر چی؟ به خاطر محبت امیرالمؤمنین. حالا اجداد شما با اون همه سختی ها رسوندن به دست شما، رسوندن این آیین و این اعتقاد رو. حالا حرفم اینجاست، نشه که خدای نکرده شما، من، شما طوری زندگی کنیم، طوری عمل کنیم، خدای نکرده گمراه بشیم، منحرف بشیم که روز قیامت خدا وقتی از من و تو پرسید چرا گمراه شدی و من و تو شروع کردیم توجیه کردن، خدا همین پدر بزرگ و پدر کلان تو بیاره جلو چشمت، میگه این پدر کلان توه، این اجداد توه، سر ازش بریده شد ولی دست بر نداشت، شکنجه شد دست بر نداشت، به بردگی رفت ولی دست بر نداشت، اعضای بدنش رو تیکه تیکه کردن دست بر نداشت. تو رو که نه کسی سر تو برید، تو استرالیا زندگی میکردی، نه کسی تو رو شکنجه میکرد، نه تبعیضی بود، تو استرالیا بودی، تو اروپا بودی، تو آمریکا بودی، چی شد که تو گمراه شدی؟ اون موقع هیچ جوابی نداریم بدیم، هیچ جوابی نداریم.